من دوباره به زمانی برگشتم که فقط 10 سالم بود. پدر و مادرم وسط جدایی و مذاکره برای طلاق بودن. اولین کاری که کردم این بود که مجبورشون کردم قرارداد طلاق رو امضا کنن. پدرم که از نظر مالی وضع خوبی داشت رو رها کردم و با تصمیم محکم تصمیم گرفتم پیش مادرم که فقیر بود زندگی کنم. دلیلش همین بود که در زندگی قبلیم وقتی والدینم طلاق گرفتن خیلی بچه بودم و پدرم تونست منو با خودش نگه داره. فکر می‌کردم زندگی راحتی خواهم داشت، اما وقتی بزرگ شدم و بیمار شدم نه تنها پدر و نامادریم هزینه درمانم رو ندادن، بلکه مجبورم کردن سند مالکیت چیزی که داشتم رو هم امضا کنم و بهشون بدم. تا وقتی روی تخت مرگ بودم نفهمیدم که در تمام این سالها مادرم خرج تحصیلم رو داده و با حسرت و پشیمونی زیاد از دنیا رفتم. شاید خدا دلش به حالم سوخت و گذاشت دوباره به روزی برگردم که والدینم در حال طلاق گرفتن بودن. این بار قسم خوردم که هم سرنوشت خودم و هم مادرم رو تغییر بدم. سریع والدینم رو مجبور کردم طلاق بگیرن و پدرم رو بیرون کردم. مادرم از بلوغم تحت تاثیر قرار گرفت و تمام پس‌اندازش رو برای شهریم داد. اما به جای اینکه به مادرم گوش کنم، اون پول رو بردم مستقیم بورس و سهامی خریدم که به شدت افت کرده بود. همون موقع یه مرد ثروتمند توجهش به کارم جلب شد. سریع بهم گفت آروم باش و گفت این سهم هیچ شانسی برای بازگشت نداره. بهم گفت فوری بفروش و برگرد مدرسه. اما من فرصت رو غنیمت شمردم و یه شرط بندی باهاش کردم. گفتم اگه این سهم بعداً صعود کرد باید با مادرم بره سر قرار. دلیلش همین بود که من یه پدرخونده خوش‌تیپ و پولدار می‌خواستم که بتونه نقشم برای تغییر سرنوشت رو تموم کنه. مرد ثروتمند با اعتماد به نفس قبول کرد. همون موقع مادرم با نگرانی وارد بورس شد. وقتی دید من پول شهریم رو گذاشتم روی سهام عصبانی شد، ولی من فقط بهش گفتم آروم باش. 10 دقیقه دیگه سود خیلی خوبی خواهیم کرد. به طرز عجیبی پدر بدجنسم هم اومد. اون قبلا یه زن پولدار پیدا کرده بود و با هم عمدن عشقشون رو جلوی مادرم به رخش کشیدن. مادرم که همیشه مهربون بود فوراً عصبانی شد و باهاشون شرط گذاشت. زن پولدار با خوشحالی قبول کرد و حتی تهدید کرد که اگه سهام توی 3 دقیقه بالا نره مادرم باید تا آخر عمرش مثل یه برده بهش خدمت کنه. اما با گذشت زمان سهمی که خریده بودم همچنان داشت افت می‌کرد.